سلام، من مستر کرفتم و خوش اومدیم به آموزش ساخت فارم اسکلتون. اول یه اسپانر میخوایم، بعد از هر طرف 4 تا میکنیم. 4 تا از این طرف و یه لحظه 4 تا از همه طرف و بکنیم دیگه. حالا هم 4 تا از بالا، 1 و 2 و 3 و 4. 4 تا از این طرف، 1 2 3 4. 4 تا از این ور، 1 و 2 و 3 و 4 و 4 تا هم از این ور، 1 2 3 4 و به جز اونم 4 تا هم باید از پایین اسپانر که کف میشه بکنیم. 1 2 3 4. حالا هم باید تمام این بلاکایی که کندیم و به هم دیگه با کندن وصل کنیم، یعنی یه مربع بعد در بیاد به این شکل. بعد اینکه این مربع رو ساختیم، میایم در آوردیم با کندن، آب بر میداریم و هر 4 طرف رو واتر باکت میذاریم. بعد این کار میایم بلاک وسط و 8 تا میکنیم به پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8. حالا هم بعد اینجا رو یه اتاقک برای گذاشتن چست بسازیم. حالا که اینجا رو ساختیم، این 4 تا بلاک رو میکنیم و 2 تا چست و 1 هاپر رو میذاریم. حالا نیاز به 3 تا اسلپ داریم. یه اسلپ رو میذاریم روی هاپر و 2 تا اسلپ هم بالای چست. حالا هم برمیگردیم پیش اسپانر اسکلتونمون. 1 اسلپ میذاریم روی اسپانر و تورچه رو برمیداریم. اسلپ برای اینه که روی اسپانر چیزی اسپان نشه. همونطور که میبینیم فارم داره به خوبی کار میکنه و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اگر فارم دیگه ای خواستین حتما توی کامنت ها بگین که توی ویدیوهای بعدی آموزش بدم. خداحافظ.